گزارشی با رادیو صوفی را تماشا کردید. در خارج هم واکنش‌ها به احتمال دست داشتن شهروندان تاجیکستان در حمله خونین در ولایت مسکو زیاد است. محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در یک پیام ویدیویی گفت یکی از سبب‌های این فاجعه بی‌اعتنایی حکومت تاجیکستان به سرنوشت مهاجران میباشد. در رابطه با این حادثه میتوان به دو نکته اشاره کرد. یکی اینکه این یک عملیات بسیار پیچیده حرفه‌ای بود و هیچ امکان ندارد که چند تاجیک مهاجر به این سادگی و راحت این گونه عملیات پیچیده حرفه‌ای را اجرا کرده توانند. در اینجا حتما دست خدمات جاسوسی و کسانی که تجربه دارند در اینجا هست و تاجیکان اگر شرکت کرده باشند تنها همچون طعمه، همچون یک بازیچه و نفران دیوم سوم درجه در این پرووکاسیا وارد کرده شدند که امروز متاسفانه عاقبتش را هم مسئولیت به دوش ملت تاجیک افتیده است. دوم نکته این است که این حادثه نتیجه سیاست‌های چند سال اخیر، حداقل 10 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان است که مهاجرین تاجیک را در روسیه بی‌صاحب ماند. لوکاس وبر تحلیلگر افراطگرایی و گروه‌های تندگرا در صحبت با رادیو آزادی از کانادا میگوید حمله به کروکوس بی‌شبهه کار دست داعش است چون علامت‌های حمله‌های پیشین آن را دارد. The attack in the Moscow region has been claimed by the Islamic State. رهبریت مرکزی و دستگاه تبلیغاتی دولت اسلامی مسئولیت حمله در ولایت مسکو را بر دوش گرفتند. اصلا همین طور هم هست چون حمله تقریبا بی شبهه از جانب گروه دولت اسلامی صورت گرفته است و سبک بی‌رحمانه و بی‌تفاوتانه آن خاص تروریست ها و عملیات بین المللی گروه دولت اسلامی است. همین طور این حمله برای مسکو سخت خجالت آور است و آن یکی از بزرگترین عملیات جهادی بیرونی سالهای اخیر است در مرکز قدرت روسیه. It is one of the largest external jihadist operations in recent years. لوکاس وبر همچنین افزود حضور شهروندان تاجیکستان در چندی از حمله‌های دیگر در کشورهای خارجی میتواند علامت افزایش یافتن حضور آنها در عملیات‌های داعش باشد. Tajikistan official, for instance, told the media that مثلا یک منصبدار تاجیکستان به رسانه‌ها گفت که شاخه خراسان داعش با بمبگذاری ماشین تلاش سوء قصد داشت. نقشه‌های تروریستی در قرقیزستان، آلمان، استرالیا و یکی همین هفته گذشته خنثی کرده شد. همین طور حمله مسکو به معرکه روزافزون تروریستی بین المللی از طرف گروه دولت اسلامی فعالیت بیرونه و معرکه تشویق خشونت‌آمیز به خصوص پس از حمله حماس به اسرائیل و بمباران بعدی و هجوم زمینی اسرائیل راست می‌آید. یعنی گروه دولت اسلامی معرکه را آغاز کرد که در هر جای آنها را یا کشید و این از جانب رهبریت گروه دولت اسلامی به حلقه‌های گوناگون منطقه‌ای آن سپارش داده شد. همین طور این حمله در روسیه به این سلسله حمله‌ها در ایران، ترکیه و تفتیه‌های ناکام در اروپا و قرقیزستان موافقت می‌کند. This attack fits with this spate of attacks in Iran, in Turkey, the plots foiled in Europe and Kyrgyzstan. مایکل کوگلمان تحلیلگر آمریکایی هم به این باور است که در واقع داعش حمله را در ولایت مسکو انجام داده است. چند هفته پیش شاخه خراسان دولت اسلامی در یک حمله بزرگ در ایران شریک بود. آن همچنین در یک قطار حمله های دیگر شرکت داشت. بسیاری از آنها در اروپا و اینچنین در خاور میانه خنثی شدند. یک سلسله حمله ها که ما در اینجا یادآور میشویم. پس نظر من این است که همه انگشتان باید به سوی دولت اسلامی اشاره شود. واقعا بازیگر دیگری منطقی وجود ندارد که به فکر من اراده و توانایی اجرای این کار را داشته باشد. بینندگان عزیز، با رادیو آزادی بمانید چون ما تحولات دیگری وابسته به شرکت احتمالی شهروندان تاجیکستان در حمله کروکوس را تحقیق میکنیم و هر اطلاع تازه به دست آمد به شما میرسونیم.